اومدیم میدون تقسیم. سلام. ما امروز اومدیم میدون تقسیم. دیگه معروف ترین جای استانبول دیگه. هر کی میاد تقسیم. اول من قهوه بگیرم چون من خیلی خوابم اومد. ما چند تا ایستگاه تو راه بودیم؟ 132 تا ایستگاه تو راه بودیم فرستادیم تقسیم. امروز اومدیم اینجا رو بگردیم. اول قهوه رو خوریم. خاصی نداره، بیشتر فکر کنم مغازه هست اینجا. نه بیشتر مغازه داره. من فکر می‌کنم خیلی محلی طور بازاری طور باشه ولی همش مغازه است، ولی شلوغ پلوغه قشنگه. حالا دیگه خوبه. چرا قهوه من نمیدن؟ اینم اسمش چی بود؟ کناف؟ کنافه. چجور؟ کناف خیلی به شدت مشتری شدید من کناف چون خیلی عاشق ترم. خدا کنه آقای دلش بسته ای که اون مجانی بده. کافه است، همه جاش کافه است. خیلی خوشگله. چی میخوایم بگیریم؟ نمیدونم دقیقا ولی دو تا چیز داره. دو تا منو داره. یه ایچلی توش گوشت داره. یه دونه ایچلی کوفته است، یه دونه هم چی برکه. حالا هر کدومش که از نظر خودت خوشگل‌تر بود بگو بگیریم. یه چیز جدید امتحان کنیم. میتونم. کاچ 90. چی برک؟ چی کوفته؟ ایچلی کوفته. نه یه همچین اسمی داره دیگه. چقدر شد 90 تله.
بزن با یه طعم خاص و جالبی داره. توش گوشته. ببین توش گوشته، گوشت چرخیه. دور و برش قیافش که خیلی خوشگله. هم ماکارونی میده. باحاله، خوشمزه است. محمدیه صلوات. چقدر خوشگله. اومدیم به کلیسا توی همین تاکسی. چی بود؟ سنت چند سنت ولی خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. خب ما امروز اومدیم کلا تاکسیمون رو بزنیم. خیلی خوشگله، کافه‌های خیلی خوشگل داره، رستوران‌های خوشگل داره، پر مغازه هست. این کسی که میخواد خرید کنه فکر کنم اینجا جای خوبیه نه برای خرید. بعد شلوغه دیگه، این شلوغیش قشنگ‌تره، بیشتر خوش میگذره که اون شلوغیه. با حال زنده است کلا بازاره. ولی من اون سمت کادیکو رو بیشتر دوست داشتم تا اینجا. نمیدونم چرا. اونجا به نظرم قشنگ، نمیدونم یه حس و حال دیگه ای داشت مثل اینجا نبود. اینجا هم شلوغه مثل اونجا، ولی اونجا خیلی بیشتر خوش میگذشت آدم تا اینجا. مصفاتر بود داره. با اینکه اینجا مغازه‌اش خیلی بیشتره، متنوع‌تر همه چیزش. شب شده. چی؟ شب شده. خب شب نمیشه آدم آناناس بخوره؟ آدم نمیتونه عینک بزنه شب. من بخاطر چی دارم؟ فاز موین رو دارم. من نمیخورم، اگه برای خودت میگیری بگیری یه چوبه کلا. نه بگیری. ولی من میخورم. حالا بیتان آناناس. من خوردم. چه خوشمزه است. آب داره، خوشمزه است. مزه آناناس میدیدم. بزنم توش موزا. قیافش شبیه داره. تصمیم گرفتیم که بریم همون
سمت کالیکو. گفتیم بریم اون بر. اینجا خیلی توریست زیاده و ایرانی خیلی زیاده میرسید. برای کسی که میخواد خب میاد ترکیه اینجا به نظرم جای خوبی بگرده برای سفر به خرید کنه. همه چی اصلا نگشتی هست، خریده نمیدونم لباسای مارک هست، خوردنی زیاده، کافه زیاده، ولی بازم من اون قسمت رو بیشتر دوست داشتم تا اینجا. یه چیز جالبی که اینجا هست صدای مرغای دریایی، چقدر ترسناکه. یه چیز جالبی که اینجا هست همه کافه‌هاش دارن فال قهوه، همشون فال قهوه میگیرن. حتی یه جاهایی هست آموزش هم داره، میره آموزش درست کردن قهوه ترکی رو بهت یاد میدن، فال گرفتن هم بهت یاد میدن، ازش میگن برو. خب بچه این آب نبات ترکیه، اینجا خودش برامون درست میکنه. قیمتش چقدر بود؟ 100 لیمون لیمون بود. اوتا تجي بسكوت. هذا كاتشي نمرة. خیلی شل و نرم بود. خوش طعمیه، مثل عسله ولی طعم خاصی نداره. طعمش رو من دوست دارم. به نظر من ولی خوشمزه نبود اصلا، خیلی هم بدمزه بود. به نظرم ارزش 100 لیرو نداشت. رستوران پشتمون رستوران معروف علی‌نونو، اینا اکثرا غذا دریایی می‌فروشن. قدیم رسم بودش که اصلا این رودخونه ماهی رو می‌گرفتن همونجا کباب می‌کردن و الان هم بالا دارن ماهی می‌گیرن مردم. خیلی جالبه. خیلی هم ماهی میاد. اشکال نداره، غذا اسم میکنم رفت تو پاچمون. اومدیم اینجا غذا بخوریم، خیلی بد بود. البته میتونین اینجایی که ما اومدیم اصلا میومدن راکی میخوردن با مزه و این چیزا، بعد ما اومدیم غذا خوردیم، اشتباه کردیم، درس عبرت شد. من هم چرا برای ما درس عبرت نمیشه ولی خیلی هم شلوغه. ببینید ما اومدیم اینجا بشینیم یه قهوه ترک بخوریم. یه بار دیگه هم اومده بودیم اینجا، اومدیم اون موقع من همینجا قهوه ترک رو تست کردم، نه اون موقع همینجا قهوه خوردم. منم میخوام قهوه ترک رو تست کنم چون کنارش چیز گذاشته بود. به خاطر باسلوقش اومدم. اگه باسلوق نذاره اینجا رو آتیش میکشم. امروز شنبه از تعطیلی هم از خیلی شروع شده اینجا ولی باحاله. با صبح چون میخوام بل استیشن بازی کنم گفتم قهوه بخورم.
خوشمزه است. یکی از قهوه‌ای که خوردم زندگی. اصلا قهوه نمیخوره تو زندگیش. خوشمزه. من برای ملیکا ساده است، برای من با شکره. همین لیوانه رو بذارم تو کیفم ببرم، چون بزرگ آوردم که توش همه چی جا باشه. مثلا این اگه سینی هم بدم نمیاد. Kendi ailesiyle yakın olmayı istiyorum. باشلوق بعد تو برای چی باشلوق سریع خوردی؟ نمیدونم. یه حرکت این رو نگه دارم تا آخر بدهش Bizim Türklerde çok bağlı. همه گل میده یکم نگاه مثلا داری یه آدم خاک و با آب جوش میکنی. خب الان میخوام فال خودم رو بگیرم. سریع یه پسر باهوش و با خرد میبینم، احتمالا خودم. تو هیچی دیده نمیشه. یه سری توفاله قهوه میبینم دارم میرن این بر، ولی من یه عالمه من سمنو میبینم تایش کنم سمنو باید بخوریم. احتمالا سمنو پز میشم در آینده. شاید هم جیشه معلوم نیست. دیدی گفتم. حلوای ایرمی که زیرش بستنیه، روش هم یه مدل حلوای ایرمی که حلواش داغه، بستنی سرده، یه سرده گرمی جالب. باید ولی من دوستش ندارم.